سلام به زد فیلمی های عزیز، به کانال خودتون خیلی 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 خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ فیلم یه لایک و یه سابسکرایبی بکنید که یه حمایت کوچیکی حداقل از ما کرده باشید. خب بریم سراغ فیلم. این آقا رو که میبینید اسمش اصغره. اصغر داره با یه روانشناس حرف میزنه و بهش میگه که من پیش هر کی میرم صورتمو میبینه از شدت خوشگلی در جا میمیره. مثلا بچه که بودم به دنیا آمدم، دکتر وقتی منو دید به صورت برگریزونی چشماش رفت و به فنای عظما رفت. بعد دوباره یه کوچولو باش حرف میزنه، میگه به خدا شرایط من شرایط وخیمیه. دکترم میگه با سوسشیر نگو، صورت تو وا کن میخوام ببینم، اینا همه انبازیه. بعد این اصغر وقتی صورتشو وا میکنه یهو دکتر به فنای عظما میره و خلاصه به دیار باقی میشه تافت. بعد مامورا میان و ننه باباش توضیح میدن، میگن بابا ما اصلا این شرایطو به یارو گفته بودیم، انبازی خودش بود، گفت پای صورتشو ببینم مرد. برمیگردن خونه، سر سفره میشینن حرف میزنن. اینم ننه بابا و داداشن که همشون به چسخولی میخورن. غذا رو که میخوره داداشه میگه تو باید یه رل پیدا کنی. اینم میگه خب باشه دیگه، بذار بریم یه امتحان کنیم. داخل یه مطب میشینه، یه دخترن میبینه، تا میاد باش حرف بزنه این دختر خوشگل مشکل ما کار براش پیش میاد و بلند میشه میره. دوباره میره سر یه قرار دیگه با یه دختر دیگه، یهو میز پشتیه با هم دیگه دعوا میکنن. پسر از سر عقده میاد میشینه که خلاصه این اصغر ما رو اذیت کنه. بعد یه کوچولو حرف زدن، اصغر یه دوتا تیکه میندازه، اعصابش خورد میشه، بلند میشه اصغر رو میگیره و کلش رو میکوبه به میز. یه پوفیوز با من بودی. بعد دخترم هی میگه نکن و فلان بسان، رفیقاشو جمع میکنه به زور اصغر رو نگر میداره و به قول معروف گفتنی دخترم میگه تو خیلی بی‌عرضه‌ای و بلند میشه میره. اصغر که اعصابش خورد شده و دیگه ناامید شده میره روی پل که خوشو بندازه پایین. همینجوری که داره فکر میکنه میگه آجی اینجا بپرم دهنم سرویس ها. یه کوچولو که میگذره اون دختری که گفتم خیلی خوشگل مشکله میاد پیشش، میگه اصغر جون چیکار داری میکنی؟ اصغرم میگه با من از زندگی ناامید شدم. دخترم میگه عزیزم از زندگی چرا ناامید شدی؟ بیا با خودم دیگه. بعد یه کوچولو حرف زدن، میگه اوکی. میرن بیرون و حرف میزنن و میبرتش خونه شیطون میتون. بعد یه کوچولو حرف زدن، میگه بیا بریم سر کار من. حالا سر کار دختره کجاست؟ یه عده شوگر مامی رو نگر داشته، اصغر رو میبره بهشون معرفی میکنه و شوگر مامی هم که با اصغر حال کردن میشینن قشنگ بگو بخند و فلان بیسان. بعد که قشنگ بهشون معرفی میکنه دوتایی بلند میشن و میرن بیرون قدم زدن و اشغال و فلان بسان. بعد با هم دیگه حرف میزنن. دختره میگه اینجوری نمیشه، بذار من صورت رو ببینم. اصغر میگه با این انبازی ها بکش بیرون، میبینی میافتی میمیری، شانس ما به فنا میریم. با داداش حرف میزنه، میگه شیطون تو که رل زدی برای منم یه رل پیدا میکردی. بعد میشه یه کوچولو بازی میکنم، میگه بابا همینم به زور پیدا کردم. دوباره میشه چیه؟ میره پیش دختره و بعد که حرف میزنن دختره میگه بیا بریم فروشگاه یه چیزی بخریم. اصغرم که از خدا خواسته میرن فروشگاه یه چیزی رو میخرن. حالا چی خریدن؟ این کسخلای عالم اسمارتیز خریدن، ریختن توی وان، رفتن خوابیدن توش، دارن چوسناله بازی میکنن. ای دختره چوس میگه، هی اصغر چوس میگه. بعد یه کوچولو چوس گفتن، میرن میگیرن با هم دیگه سینما و فیلم دیدن و فلان. بعد اینکه فیلم میبینن برمیگردن، فکر کنم بعد از این برن خونهشون دیگه قطعا. بعد میرن خونه و دختره میگه بابا بذار ببینمت. اصغر میگه نه برو گم شو، ببینی به فنا میریم. یهو وسط این شیطونی بازی‌ها و تو خونه مکان کردن و اینا ننه بابا میرسن برگریزون، میگه دختر بالاخره رفتی با دختر؟ اونم میگه آره دیگه. فرداش دوباره میرن پیش شوگر مامیا. اصغر هم که قشنگ داره مخ شوگر مامیا رو میزنه و باشون حال میکنه. دوباره فردا این روز با دختره میره وسط جنگل. اصغر فکر کنم ولکن نیستا، این دختره هی داره همه جا مکان میبره. برمیگردن از جنگل میگیرن میخوابن. اصغر میگه آقا میخوای منو ببینی؟ باشه صورتتو بگیر، بذار اصلا چشاتو ببندم. چشای دختره رو میبنده، صورتشو وا میکنه. بنده خدا چیکار کنه دیگه، میترسی نه از دست بده دیگه. خلاصه بعد دست دختره رو میگیره میکشه رو صورتش، میگه آقا من این شکلیم. دختره اعصابش خورد میشه، میگه بابا شانس ما رو نگاه کن، ملت دوست پسر دارن، ما هم دوست پسر داریم، قیافه‌شو نمیتونیم ببینیم. ناراحت میشه و میگیره میخوابه. فردا دوباره اصغر ورمی داره دختره رو میبره پیش شوگر مامیا، میگه آقا این خوشو داره چوس میکنه. شوگر مامیا هم که بنده خدا از دیروز تا امروز مثل این که داره فانو چی میگن از اونایی که داره میمیره است. اصغر میره میگه این داره عذاب میکشه. دختره میگه خب برو راحتش کن. اینم میگه باشه. صورتشو وا میکنه. پیرزنه هم که فاز شوگری و ایناست از شدت خوشگلی اصغر
وداع عالی و میسپارد و به فنای عظما میره و میمیره. فرداش اصغر با داداشه میره سر قرار. بعد داداش چششی و این خدمتکاره رو میبینه، با خدمتکاره حرف میزنه و مو خدمتکاره رو میزنه، میگه عزیزم خوشگل مشکل ما فردا بریم یه مهمونی. خدمتکاره هم میگه چرا نریم. بعد میره با دوست دخترش حرف میزنه، یه کوچولو که با هم دیگه لاس میزنن، قرار میشه که فردا اینو دوست دخترش و داداشه برن حالا سری قراری. اونجا که میرن یهو لاتولوتا دوباره میگیرنش، میگن بذار قیافت اصغر میگه نه ولی لاتولوتا میگیرن خفتش میکنن، اون ماسکر که ور میدارن این دوست دختر جدیده داداشه به فنای عظما میره و اصغر هم ماسکر رو میذاره و مامورا میان میگیرنش، یه گونی هم میکشن سرش و میندازنش بازداشتگاه. بعد ننه بابای یارو میاد، میگن بابا بچه ما بدبخت اینجوری، اونا هم زوری این کار کردن. اصغر که برمیگرده خونه میبینه این دوست دختر خودش داره به فنای عظما میره. میگه چت شده بود تو؟ میگه بابا من سرطان داشتم نمیخواستم بهت بگم. بعد اصغر ناراحت میشه، بعد یه کوچولو حرف زدن میبینه وضع دختر بده، میره دوباره تو اون وانه و از شدت ناراحتی هی اسمارتیسی که ورم داره پرت میکنه. پوفیوزون میدونی چقدر پولشه. فردا با داداشش میرن سر این قبل این دوست دختر داداشه که تازه مخ زده بود. داداشه حالا اعصابش خورد، اصغر میگه آقا ببخشید فلان، برمیگرده پیش دوست دختر خودش، یه کادو براش میگیره و دوست دخترم میگه مرسی عزیزم، از کادو خوشش میاد. اصغر میخوابه بغلش و دیگه لحظات آخر دختر است دیگه. نمیدونم چرا تو این فیلم هر کی با این بدبخت حرف میزنه به هر دلیل میفته میمیره. از این بد شانسر فکر کنم همین اصغر خودمونه. بعدم که قیافش رو وا میکنه، میگه این که داره میمیره بذار لحظه آخر ببینه منو. ولی از شانس خوبش وقتی قیافش رو به دختر نشون میده، چون دختر خیلی دوستش داره و اینا، هیچیش نمیشه. اما خب دیگه داره نفسای آخرش میکشه دیگه. بعد یه کوچولو حالش بدتر میشه، اصغر هم اعصابش خورد میشه و بلند میشه میره. فردا این روز دوباره میاد پیش دختره، بعد که یه کوچولو باهاش حرف میزنه میبینه بله دخترم به فنای عظما میره و این لحظات احساسی رو میبینیم که حالا اصغرم بنده خدا باز تنها میشه، دوباره میره روی پل، اون نامه‌ای که نوشته رو دوباره ورم داره میخونه و یه دوست دختر پیدا کردیم، این بدبختم به فنا رفت. بعد تصمیم میگیره که این کاری که میبینید رو انتخاب کنه، میره پیش همه اونا که دارن نفسای آخرشون رو میکشن و کارش میشه این که با رضایت خانواده قیافه اینو ببینن و با دلی پر از شادی بمیرن. امیدوارم واقعا از دیدن این فیلم خوشحال شده باشید. با یه لایک و سابسکرایب طبق معمول ما رو خوشحال کنید و این دو تا فیلم بالا رو هم حتما ببینید.